اشخاص و محجورین از مباحث مهم و بنیادین حقوق مدنی است که در دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود. در بخش اشخاص، مفهوم شخص طبیعی و شخص حقوقی، حقوق مربوط به شخصیت، آغاز و پایان وجود، ویژگی‌ها و وضع حقوقی اشخاص بررسی شده است و در بخش محجورین از مفهوم هجر و اهلیت، انواع محجورین، صغیره، غیر رشید و مجنون و حدود هجر آنان و برخی از نهادهای حمایت از محجورین به ویژه قیومیت و احکام آن سخن به میان آمده است. هسته اصلی بخش اول کتاب جزوه‌ای است که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب برای تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فراهم آمده بود. این جزوه پس از تجدید نظر